تو این ویدیو قرار در مورد رولز چینی صحبت کنیم، ماشینی که از نظر ظاهری شبیه به اونه و در حال حاضر با قیمت تقریبی 3 میلیارد و 700 میلیون تومان در بازار ایران موجوده. میخوام ببینیم که آیا اصلا ارزش خرید رو داره، چه امکاناتی داره و مشخصات فنی اون چیه. قرار در مورد هویچی H5 صحبت کنیم. از این گوشه که شروع کنیم، 2 تا کلید داریم که میتونیم درب ماشین رو باز و بسته کنیم. روی دستگیره در یک حالت کروم مانند داریم که مثل همه ماشینا میتونیم شیشه های عقب و جلو رو با اون بالا پایین کنیم. قفل کودک رو داریم، تنظیم آینه ها رو داریم و یک کلید که در این پایین مخصوص باز کردن صندوق عقب این ماشینه. کیفیت بسیار خوبی رو داره. تمام متریالی که داخل درب کار شده حس لوکس بودن رو به ما میده. فرمون این ماشین کیفیت بسیار خوبی داره، همونطور که میبینید کلیدهایی داره که میتونیم با اون در واقع سیستم صوتی این ماشین رو هدایت کنیم. اگه اشتباه نکنم تقریبا 8 تا بلندگو داره که من 4 تاشون رو جلو میبینم، احتمالاً بقیهش عقب ماشین کار شده. در این بالا دوربین ثبت وقایع رو داریم. مانیتور به این بزرگی باعث شده که ما خیلی کلیدهای زیادی در اینجا نداشته باشیم و مثلا امکاناتی مثل گرم کن و سرد کن صندلی از طریق این مانیتور روشن و خاموش میشن. ما اینجا یک کلید داریم که دوربین 360 درجه رو فعال میکنه. یک در واقع کلید که نوشته زیرش مود و میتونیم مودهای مختلف رانندگی رو با اون تجربه کنیم. ترمز پارک برقی رو داریم و سیستم تهویه اون که با دکمه های این جلو قابل تنظیم شدنه. توی H5 درب صندوق برقی نیست، ولی تو مدل های بالاتر که وارد ایران نمیشه خب در واقع برقیه. صندوق این ماشین خیلی بزرگه و کنار زاپاسی که داره خب یه ساب داره که قطعا تاثیر بسیار زیادی داره در کیفیت سیستم صوتی این ماشین. در ادامه قراره در مورد امکانات فنی این ماشین با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. موتور این ماشین در واقع 222 اسب بخار قدرت داره. موتور 2 لیتری توربو شارژ داره که همینطور که میبینید موتور به این بزرگی داره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید باشه. اگه میخواید اطلاعات بیشتری در مورد ماشین داشته باشین حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.